یه تست خوشگل برات بزنم، یه تستی که خیلی هم وقت میگیره سر کنکور. نامبرای مجموعه آبه و اشتراک رو بهت میده، نه عددش رو بازداریم و با هم برابر قرار میده و یک عبارت اینجوری ازت میخواد آقای بنیشانی چجوری حلش کنیم. بهترین روش اینه که وقتی میبینی اینا ضریب دارن بلافاصله برداری و این ضریبا رو تو هم ضرب کنی. 3 تا 6 5 تا 30 تا اینو مساوی 30 قرار بده و الان خیلی راحت میتونی بگی 3 چند تا 30 تا 3 10 تا. نامبر آ خودش رو لو داد، نامبر بی 2 15 تا 30 تا 5 6 تا 30 تا و سریع دو تا مجموعه آبه رو بکشی و چقدر جذاب بیای اشتراکشون رو 6 بذاری و بگی نامبر آ 10 تا عضو داشت، 6 تاش رفت 4 تا اینجا میمونه و نامبر به 15 تا 6 تاش اینجا رفت 9 تا اینجا میمونه و ببینید چی ازت میخواد. میگه اجتماع آبه 4 و 6 10 و 9 19 نامبر عام نگو بلا بگو 10 منها کنن میشه 9 روی باز اجتماعشون 19 منهای اشتراکشون که 6 میشه 13. سریع با 60 پات گزینه یک رو تیک بزن. بریم با هم سخت‌ترین سوال کنکور مجموعه رو که تو 1400 اومد با هم حل کنیم به یه روش خوب. میگه اگر یو بشه آ اجتماع ب، یعنی آبه رو هم دیگه مجموعه مامان رو تولید کنن، یعنی به این ترتیب آبه رو هم خودشون مجموعه یونیورسال یعنی مادر هستن. عددم بذاریم 1 2 3 و کار تمومه. میگه با فرض سی بشه آمنهای ب، اینجا آمنهای ب بچه ها اجتماعش با ب منهای آ، یعنی این یکه اینم 3 رو بذارم رو 1 میشه مجموعه سی. پس مجموعه سی من بوده 1 3 و تمام. میگه اگر از بعد معادله حل کنم بی مساوی این عبارت بشه چه حکمی دارید؟ کارا رو انجام میدیم خیلی راحت. هر چی بی که عمل کن. بی کیه؟ 2 و 3 مساوی پرانتز، منم پرانتز گذاشتم. یه پرانتز دیگه آ پریم منهای ب. میدونید بچه‌ها که آ پریم منهای ب یعنی آ پریم اشتراکش با ب پریم، ولی من به ایسا اصلا گوش نمیدم، هر کیو میبینم جاش میذارم. آ پریم یعنی بیرون آ 3 رو میبینم، منهای ب کیه 2 و 3. از رو 3 2 3 شو بردارم خب 3 فقط هست میشه، 2 هم که نیست که اصلا تو این بخوام بردارم هیچی نمیمونه. هیچی پریم، هیچی پریم یعنی چی؟ یعنی به جز هیچی چی میبینی؟ 1 2 3 میبینم. اشتراکش با دوباره مجموعه سی 1 3 میذارم اینجا. 1 2 3 چه اشتراکی با 1 3 داره آقای بنیاشوی؟ فقط 1 3 میمونه. 1 3 پریم تو کی هستی؟ به جز 1 3 شما 2 رو میبینید، یعنی کل این محموله 2 بوده، یعنی کل بازی من 2 بوده. پس 2 3 با 2 برابر شده، 2 رم با 2 میزنم فقط 3 میمونه این ور و اون ور هیچی نمیمونه، یعنی 3 رو باید پاک کنم و برمیدارم این 3 رو پاک میکنم. پس اینجاش هم پاک میشه ولی فقط کجاش مونده؟ از بی فقط اینجاش مونده که رفته زیر مجموعه آ قرار گرفته. سریع‌تر از این روش نداریم تو ایران.